مادر محمد صابر فیضوف در گذشته سرتراش و حالا یکی از گمانبران به حمله مرگبار در کراکو سیتی هال مسکو میگوید به اتهام اعلان شده به ضد پسرش در روسیه باور ندارد. دادگاه بسمانی شهر مسکو روز 24 مارس فیضوف را با اتهام حمله تروریستی تا 22 می به حبس گرفت. مادر او سایران فیضوف روز 26 مارس در خانه‌اش در جماعت سرکشتی نویه رودکی گفت هیچ باورش نمی‌آید که فرزندش حمله تروریستی انجام داده است. بچه شوخ بود، در اویله بچه بهترین بود، به حد دلسوز بود، جیانوهایش را دوست می داشت، همراه با بچه ها در معرکه و رقص می کرد. خانواده ما اهل کتاب هستند. بچه شوخ بود، در مکتب کسی از او شکایت نداشت، در چاره‌بینی های مکتب فعالانه اشتراک می کرد. نقل کرد او خانم فیضوف در گذشته در مکتب به حیث کتابدار کار کرده است، حالا نفقه خور است. او میگوید مقامات تاجیکستان یک پسر دیگرش را به بازپرسی برده هنوز جواب ندادند. شوهرش در ایوانوو روسیه است ولی 3 روز باز در تماس نیست. مقامات تلفن‌های ما را گرفتند، امکان گپ زدن نداریم، گفت سایران فیضوف. محمد صابر فیضوف در شبکه اجتماعی کنتاکت روسی صحیفه دارد. او از روی عکس و نوارهایی که در آنجا میگذاشت ظاهرا یک جوان شاد و کارگر خوب به نظر می رسد. در بعضی عکس‌ها با ریش و در برخی دیگر بدون ریش تصویر یافته است. از میان عکس و نوارهای گذاشته او در شبکه‌های اجتماعی صحنه‌های از کارش با مشتری‌های روس، ماشین سواری و نوارهای کوتاه با موسیقی دیده می شود. مادرش می گوید محمد صابر فیضوف و اعضای دیگر خانواده می خواستند مشکل اقتصادی اویله را حل کنند و بنابراین او به روسیه رفته است. در حولی 4 اویله زندگی می کنیم. من و 3 کلینم. می خواستم یگان زمین گیریم. یک پسر برادرش در خطای می خواند. می گفت به همان جا رفته تحصیل می کند. پدرش گفت که پولت را جمع کن، دستگیری می کنیم، به تحصیل ادامه ده. هوس داشت که زبانهای خارجی آموزد. به نظارت نبود. هر پولی که می گرفت به پدرش می فرستاد. به اجازت پدرش حتی تلفن نمی خرید. علاوه کرد سایران فیضوف. محمد صابر فیضوف 19 ساله را روز 23 مارس امسال در روسیه دستگیر کرده به تالار دادگاه نویه بسمانی با عروبچه و لباس طبی آوردند. پیش از آن در شعبه احیا بود و بازپرسیش در آنجا گذشت. وی به سوال اول مفتشان که با یاری ترجمان صورت گرفت با سوال من چیکار کردم پاسخ داد. بنا به اطلاع نشر شده هنگام عملیات بازداشت گویا مقاومت کرده، یک چشمش سخت آسیب دیده است، در سر و رویش آسیب ضربه نمودار بود. فیضوف و همراهانش را به حمله متهم میکنند که 139 کشته و تقریبا 200 زخمی به جا گذاشت و مسئولیتش را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. سایران فیضوف میگوید پسرش شخص مذهبی نبود، نماز را هم ساز نمیخواند. خانم فیضوف لحظه از شرایط بازداشت پسرش را در روسیه نمیداند ولی به این باور است که او از آزار دادن یک چمچوق میترسید و احتمال کسی او را به دام خود انداخته است. در پاسخ به این سوال که بار آخر که با پسرش گپ زده بود، سایران فیضوف گفت یک روز پیش از حادثه صحبت کردیم، سحر و بیگاه گپ زده بودیم، فقط میگفت که آچه من خوبم، احوالپرسی میکرد، تمام. از روی واکنش های اولین کاردیندش در کاشانه اوسنیو باربرشاپ مای استایل در ولایت ایوانوو محمد صابر فیضوف یک استاد خوب بود و بسیار مشتری ها به خاطر او می اومدند و وقتی از کار رفت مشتری ها هم با امین رفتند. مادرش میگوید از معاشش اونقدر راضی نبود، کم است. میگفت از آنجا برآمد و گفت که به سنت پتربورگ به میوه فروشی می رود. تلگرام کانال 112 که به خدمات مخصوص روسیه نزدیک است گفته است فیضوف نظر به گمانبران دیگر زبان روسی را خوب میدونست. در شبکه اجتماعی کنتاکت دیگر ممکن است که محمد صابر فیضوف با شاهین صفازاده یک جوان دیگر که خادمان حفظ حقوق روسیه نام او را در قطار گمانبران نامبر کردند دوست می باشد. خواهش میکنم جوانش را به نظر گرفته به وطن بیارند. وی از نافهمی این کار را کرده است. از روی او تمام خویش و تبار همسایه ها عذاب کشیده ایستادیم، زیغ شدیم، میگوید سایران فیضوف مادر محمد صابر فیضوف. حمله به کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو شب 22 مارس روی داد. به اطلاع مقامات روسیه در این حادثه 139 نفر کشته و تقریبا 200 کس زخمی شدند. کمیته تفتیشاتی روسیه تا کنون درباره بازداشت 11 کس گزارش داده است. دادگاه بسمانی شهر مسکو روزهای 24، 25 و 26 مارس 8 نفر را تا آخر ماه امسال به حبس پیشکی گرفت. 7 نفر آنها زاده تاجیکستانند و 1 نفر از قرقیزستان.